یک تلویزیون هست، یک ویدیو هست تو خانه ها، اما 20 تا قرآن هست تو تاقچه. همون یک تلویزیون و یه ویدیو اون 20 تا رو خنثی کرد. 10 تا 20 تا قرآن تو تاقچه، تو نمیدونم یک پوشش مخصوص گذاشتن تو تاقچه، 20 تا قرآن، ولی یه تلویزیون بیشتر تو خونه است با یه ویدیو. نگاه کن کدوم یکی موفقه، کدوم یکی داره کار میکنه. سر قرآن نمیریم، اگر بریم آخر شب فقط قرآن رو بگیریم به عنوان تبرک. مثل که وقتی اذان میگه، بعضی پیرمردا وقتی میگه اشهد ان محمد رسول الله، از اون طرف هم ریشش دو تیغه کرده. تو میدونی اشهد ان محمد رسول الله یعنی چی؟ ریش و سیبیل دو تیغه کرده، اون طرف هم معنی نداره. صحبت ریش من نمی کنم، کسی به حیث و بیس نیفته، کسی به این طرف اون طرفش نگاه نکنه. من نیامدم کسی رو شرمنده بکنم، ولی باید ما مسلمانا همه دست به دست هم بدیم، دشمن رو شرمنده بکنیم، دشمن رو ذلیل بکنیم. دیشب در ارمک بندرلنگه مراسم بود، یه دوستی نشسته بود، صحبت از این شد که شب زمستانی شب طولانیه، شب یلدا در شبهای زمستانیه و روز زمستان داره کوتاه میشه. بعد عزیزی کنار من نشسته بود گفت عمر مسلمانا کوتاهه، عمر مسلمانا کوتاهه. عمر کوتاهه؟ کی گفت عمر کوتاهه؟ بگو برکت عمر رو کوتاه کرده، بی برکتی در عمر ما رو کوتاه کرده، وگرنه عمر 40 سال خیلی عمره. بعد خوشبختانه در همون جلسه یک بچه 14 ساله بود، یک نوجوان 14 ساله که تو شعبه حفظ بندر کنگ اونجا 26 جز قرآن حفظ کرده بود. پیرمردان تو جلسه بودن. بعد اون بچه بلند شد، گفتم چند سالته؟ گفتم چه بلند شو عزیزم بیا اینجا. گفتم چند سالته؟ گفت 14 سال. گفتم چند جز قرآن حفظی؟ گفت 26 جز. 14 سال 26 جز. ما میگیم عمر کوتاهه. کجا عمر کوتاهه؟ برکت از عمر رفته، ما سلب برکت شدیم. بعد گفتم که یه نفر دیگه بلند بکنید. یکی از دوستان دوباره اشاره کرد به طرف همین بچهای کوچک. گفتم چرا بچهای کوچک رو میخوای بلند بکنی؟ خب یکی بلند شده 26 جز قرآن حفظه، 14 سالشه. گفتم یکی دیگه بلند بکنید. منظور رو نفهمیدن. میدونی منظورم چی بود؟ گفتم یکی از پیرمردا رو بلند کنید. حالا یه 14 ساله بلند کردین، 14 سال از خدا عمر گرفته، چند ساله بالغ شده. حالا من میگم از 7 سالگی قرآن شروع کرده، از 7 سالگی شروع کرد، اصلا از 10 سالگی شروع بکنه. 14 سال 26 جز از بر کرده. گفتم یه پیرمردی بلند بکنید. فکر میکردن که من قصدن دارم میگم که یالا بلندش بکنی یکی. گفتم یه 70 ساله بلند بکنید. بعد گفتم نه بابا نمیخوام، نگاه پیرمردان نکنید، نمیخوام که پدر 70 ساله رو تو جلسه شرمنده بکنم. بعد گفتم بدونی که پیرمردی رو بلند بکنی که 70 ساله. گفتم 70 سال بیشتر عمر یا 14 سال؟ گفتن 70 سال. گفتم خب پدر 70 ساله لطف بکنه بگه چند جز قرآن حفظه. اگه خیلی زرنگی بکنه تا علم تر کیفه که همیشه تو نماز تراویح میخوندن، تا علم تر کیفه بالاتر نمیرن. اگه خیلی زرنگی بکنه 70 سال ربع جز، 14 سال 26 جز. اگر این پدر 70 ساله که 70 سال خدا بهش عمر داد آمده ربع جز قرآن حفظ کرده، چند سال از خداوند عمر میخواد که 26 جز حفظ بکنه؟ حتما میگه 500 سال.
درسته؟ پس حتما میگی 500 سال خدا به این بده شاید بتونه 26 جز حفظ بکنه. باور بکنی اگه 1000 سال هم بهش بدن. سن و سال مطرح نیست، فقیر و تاجری مطرح نیست، سفید و سیاه بودن مطرح نیست. سفید بودن اصلا کمال نیست، تاجر بودن کمال نیست، رئیس و مسئول بودن کمال نیست. این که فلانی رئیس دولت فلانجاست، اینها هیچ کدوم کمال نیستن. مال و ثروت و فلان بازار و فلان بیلدینگ و اینا هیچ کدوم کمال نیستن. کمال همینه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. تقوا کماله و متقی کامله. هدی للمتقین همین کتابه. هر کسی هدایت شد و خدا بهش توفیق هدایت داد، توفیق به کمال رسیدن نصیب شده. و هر کسی سلب توفیق شد، اگر هر چند کامل باشه از نظر مادی و دید ظاهر مردم و دید مادی نه دید معنوی، باور بکنی کامل نیست. میدونی کجا میفهمه کامل نیست؟ وقت روحش به حلقومش میرسه میدونه که کامل نیست.